مادرم می گفت دایم وقتی خواب کن البته با پهلوی راست. آن همه کاری که نیت می کنی سر بکن با قوه بازوی راست. نان را دایم به دست راست گیر، پوش اول آستین راست را، گر ببندی عهد دست راست ده. دست چپ نی خیر دارد نی بقا، خرد بودم بی خبر بودم هنوز. فرق بین دست چپ و راست چیست؟ خواب کردن سیر بودن مدعا در دست چپ و راست نیست. بعد فهمیدم مراد مادرم زین نصیحت هاش دیگر بوده است. با چنین پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بنموده است.